وقتی نیست که بیدار شویم، وقتی نیست که می آیه را عمل کنیم. ولا تکونو، نشوین مانند آنهایی که کی را فراموش کردن. نکنین الله را فراموش. صحیح انشاءالله. الله خوب معبود ما هست، را میفهمین؟ میفهمین که الله رفیق ما هم است؟ بله؟ یک نام خداوند چیست؟ رفیق. در 10 آیت خداوند گفته ما امرای کسایی هستم که تقوا کرده، امرای کسایی هستم که صبر میکنه. گفته نگفته؟ امرای کسایی هستم که نیکی میکنه. نمیخواین امرایتان خدا باشه؟ اگر چتر شما خدا باشه بباره دیگر چی که میباره شما را چیزی میشه. اگر دیوار دم روی شما رحمت الله باشه کسی شما را چیزی کرده میتونه. پس بگو الله اکبر. یعنی الله بزرگ است. تو عاشق الله باش، ما بنده الله باشم، ما مطیع الله باشیم. گاهی اشتباه میکنیم، خیر است، او کریم است، او غفور است، او ستار است، او پرده پوش است. خواهرت، مادرت، برادرت وسیله اصلاح شو. خدا را فراموش نکو. اگر فراموش کردی خداوند باز ما را فراموش میکنه سر نفس خود ما را فراموش میکنیم. باز ما را میگه اولئک هم الفاسقون. این مردمایی است که از طاعت خداوند خارج است، از حلقه بندگی خداوند خارج است. خداوند ما را از این مردم نگردانه.